برادری درباره تسبیحی بعد از 4 رکعت تراویح که در بعضی جاها معمول است از این پرسیدن. برادری محترم، تسبیح مروجه که در بعضی جاها رواج داره و بعد از 4 رکعت تراویح با آواز بلند میخوانند و با الفاظ خاصی، چنین تسبیح از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثبوت نداره و همچنان از صحابه کرام و علمای بزرگ باید مسلمان از این خودداری کند. ابن الحاج، یکی از علمای بزرگ، در کتاب مدخل خود میگه بعضی مردم ها بعد از 2 سلام تراویح بعضی ذکر و اذکار را با آواز بلند میگویند و این کدام اساسی نداره و این بدعت است، باید از این منع شوند. و همچنان ابن حجر هیتمی بعضی مردم ها را میگه که بعد از 2 رکعت تراویح یا بعد از 4 رکعت تراویح درود بر رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرستند و این هم از سنت ثبوتی نداره و همچنان از علما کدام چیزی نقل نشده. پس باید از این ذکر و از این تسبیحی که به الفاظ خاص و همچنان با آواز بلند گفته می شود، از این باید مسلمان خودداری کنه. اما از مطلق ذکر و اذکار و تسبیح و تهلیل فردی هر شخصی به خودش، از این کسی ممانعت نمیکنه. هر کسی در میان 2 تراویح یا 2 تسبیح یا اینکه بعد از 2 رکعت یا بعد از 4 رکعت کدام ذکری خاصی را معین نمیکنه، هر ذکری را که به زبانش میآید انجام میده، کدام اشکال نداره. برادری پرسیدن دعا بعد از 8 رکعت تراویح کنیم یا اینکه بعد از خواندن وتر، و آیا دعا را تنها کنیم یا دست جمعی؟ برادری محترم، دعا نه بعد از 8 رکعت ثبوتی داره و نه بعد از وتر، و خصوص دعای دست جمعی که در بعضی جاها مروج است. و البته در داخل وتر دعای مشخصی به نام دعای قنوت است که این دعا در رکعت سوم قبل از رکوع خوانده میشه و بعد از رکوع هم اگر بخواند کدام اشکالی نداره، و همراه دعای قنوت بعضی دعاهای دیگر هم اضافه کنه کدام مشکلی نداره. و اما به طور همیش بعد از تراویح یا بعد از وتر به خود لازم بگردانه که باید دعا داشته باشم، این کدام ثبوتی نداره. و یا اینکه دعای دست جمعی همچنان اساسی نداره. اما انسان اگر ضرورت داشت، دعا هر وقتی و دعا ضرورت داره، هر وقتی بوده باشه ضرورتش، اگر بعد از فرض است یا بعد از سنت است یا اوقات خاصی دیگر است، بدون از اینکه سر خود الزام بکنه که حتمی باید بعد از سنت، قسمی که در بعضی جاها معمول است حتمی بعد از سنت دعا میکنن، بعد از فرض در بعضی جای دیگری بعد از فرض است که حتمی باید دعا کنن، و این چیزی را که بالای خود الزام آوردن، این کدام ثبوتی نداره، اساسی نداره، از این خودداری کنه. اما دعا هر وقتی کند، بعد از نماز فرض یا بعد از سنت یا اوقات دیگری دیگر، دعا به تنهایی خودش به طور انفرادی ضرورت داره و چیزی را که از الله تعالی میخواه مطابقی میل و رغبت خودش دعا میکند. اما دستی جمعی چنین دعاهایی که میشه بعد از نان یا اینکه بعد از نمازها یا بعد از نمازهای جنازه یا جاهای خاصی که در بعضی جاها در هر جا میروند یک دست بالا میکنن، در اکثری جاها دعام نیست، دعام یاد ندارن، فقط دست به رو میبرن و دعاشان هم شده، یک دعای خیر میگن و دعای خیرشان هم دستشان به رو بردن از خلاص. چنین دعاها از رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ ثبوتی نداره.